یه اسکن دیگه از دستگاه پروتونیک رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این اسکن با دستگاه پروتون LBHD شرکت آسوا گرفته شده. با نگاه کلی به اسکن ما اینجا یک فاز مثبت خیلی خوب رو داریم و رنگی که ما اینجا داریم رنگ سفال هست. ما اینجا یک کوزه سفالی رو داریم و اگه سری هم به نمودار ارزش‌گذاری این اسکن بزنیم، دستگاه در قسمت مثبت کد 4200 برای ما گرفته و در قسمت منفی ما کد 1600 رو روی اسکن داریم. با توجه به رنگ، شکل، ساختار و کدی که دستگاه در این ورژن نرم افزار به ما داده، ما میتونیم بگیم که ما میتونیم حدس بزنیم که این یک کوزه سفالی حاوی فلز مس یا نقره هست و البته ممکنه حفاری بشه، طلا هم باشه، ولی ما با توجه به کدی که دستگاه روی این اسکن به ما داده ما میتونیم نقره یا مس بودن هدف رو تایید بکنیم، ولی ممکنه حفاری بشه، طلا هم باشه. با توجه به ساختار اطراف این سفال، این یک سفال رها شده روی خاک هست. ما هیچ چیدمانی اطراف این سفال نداریم، یعنی در یک جایگاه مشخص جایگذاری نشده و کاملا رها شده روی خاک هست. دوستانی که اسکن‌های خوب با دستگاه پروتونیک شرکت آسوا میگیرن میتونن اسکن‌هاشون از طریق واتساپ شرکت پایدار معدن با ما به اشتراک بگذارن. ما اسکن‌های خوب رو بررسی می‌کنیم و راهنمای لازم رو روی اسکن‌های خوب به بچه‌های ارائه میدیم. موفق و پیروز باشید.